تا اینجا در مورد اکثر المانایی که به ماهیگیری مربوط میشه مثل چرخ، چوب، نخها، انواع نخها، انواع چرخها و همه این موارد صحبت کردم و شما دیگه الان آماده هستین و اگر در مورد یه چیزی صحبت میکنم و نمیدونین چی هستش میتونین به اون ویدیو مراجعه کنین و ببینین. امروز میخوام در مورد لوازمی که برای ماهیگیری قزل‌آلا استفاده میشه صحبت کنم. پس با من باشین تا این ویدیو رو ببینین. سلام دوستان، جلال صالحی هستم از کانال JS فیشینگ. امروز در خدمتتون هستم با یه ویدیو دیگه از سری ویدیوهای آموزشی ماهیگیری. اگر کانال منو تا الان سابسکرایب نکردین و این ویدیو دارین میبینین حتما سابسکرایب کنید. اگر خوشتون من لایک کنید. سوالی هم داشتین حتما برام کامنت بذارین. یه مورد دیگه هم که میخواستم بگم، دوستانی که از طریق اینستاگرام یا تلگرام یا پیام رسانه‌های دیگه با من در ارتباط هستن، اینو بدونن که اگر سوالی دارن بهتره توی کامنت ها ازم بپرسن تا به صورت خصوصی. این باعث میشه کانال من رشد پیدا کنه. حدود 1 سال توی این کانال فعال هستم و از اولین ویدیویی که میذارم حدود 1 سال میگذره و هنوز متاسفانه سابسکرایبرهای من به 500 تا هم نرسیدن و امیدوارم تو ادامه راه شما کمک کنین تا من هم تشویق باشم ویدیوهای دیگه ای تولید کنم و توی کانالم بذارم تا ازش استفاده کنین. پس ویدیوهای منو به اشتراک بذارین، به دوستاتون معرفی کنین و از من به این شکل حمایت کنین. من هیچ چیزی جز این از شما نمیخوام و ممنون هستم که منو دنبال میکنین. خب با این مقدمه بریم سراغ ویدیومون. قبلا توی ویدیوهای مختلف که قزلگیر رفتم، اگر دیده باشین شرایط قزلگیری رو دیدین. برای همین شما برای قزلگیری نیاز به چوب و چرخ و نخ و اتصالات و ریسه های متفاوتی نسبت به ماهی‌های دیگه هستین. پس باید حتما اینو بدونین که از چه چوب و چرخی استفاده کنین، چه نخی استفاده کنین تا دچار مشکل نشین و چه چیزایی باید با خودتون توی قزلگیری ببرین تا دچار مشکل نشین. اول میریم سراغ چوب تو این روش. چوبایی که توی ماهیگیری قزل‌آلا استفاده میشه باید اولین موردی که داشته باشه اینه که سبک باشن. توی قزلگیری شما مسافت‌های زیادی رو طی می‌کنین، دنبال رودخونه میرین، همون روش آبخوانی که توی این ویدیو قبلا بهتون این سمت هستش بهتون توضیح دادم. شما قزل‌آلا همه جای رودخونه نیست و باید برین سراغش. پس برای همین باید دائم در حرکت باشین. توی کنار رودخونه شما از موانع زیادی رد میشین، توی رودخونه رد میشین، بالا پایین تپه ها رو میرین. برای همین باید لوازمتون خیلی سبک باشه. پس از یه چوبی باید استفاده کنین که حد اکثر حدود 100 گرم وزن داشته باشه و بیشتر از این نباشه. تمام این گرم هایی که شما توی وسایلتون بهش توجه نمی کنید باعث میشه که بعداً دچار مشکلات زیادی بشین و وزن زیادی تحمل کنید. پس باید به تمام اینا توجه کنید. پس یه چوبی باید انتخاب کنید که وزن حدود 100 گرم نهایتاً داشته باشه. وزن‌های بیشتر لازم نیست. مثلا این چوبای قدیمی که ما داشتیم و هنوز هم استفاده می‌کنیم و این چوب پنبه ها رو این پایینشون دارن، وزنشون بیشتر از چوبایی هست که PVI دارن و PVA دارن به قول معروف و این قسمتشون سبک‌تره. اونا وزنای کمتری هستن و راحت‌تر هستن و بهتر هستن. از اون چوب‌ها میتونی استفاده بکنی. در مورد چوب هم این که این چوب حد اکثر طول باید 210 یا 180 داشته باشه. در مورد طول چوب ها هم اینا خدمتتون عرض کنم استانداردشون بر 3 فوته. برای همین فاصله شون حدود 1 فوت هست هر کدومشون. مثلا چوب 2 فوتی، 3 فوتی، 4 فوتی، 5 فوتی عموما به این شکله. ولی البته چوبایی هم دیدیم که متفاوتن، ولی عموما چوب ها یه اختلاف 1 فوت یا حدود 30 سانتی متر دارن. یعنی شما یه چوب 180 سانتی متری داری، چوب بعدی 210 سانتی متر. پس بهتره از یه چوب 180 سانتی متری یا نهایتا 210 استفاده کنید، 210 سانتی متری یا 2 متر و 10 سانت.
چرا؟ چون که شما تو فضایی که هستین و این چوبی که میخواین حمل کنید تو اون فضای پر از درخت و پر از دست و پا گیر بودن باعث میشه که این چوب به جاهای مختلف گیر کنه و شما توی حمل و نقلش دچار مشکل بشین و یه چوب کوتاه خیلی براتون کارهای بیشتر داره توی چوب بلند، مگر اینکه فضاتون مثل یه سد باشه یا یه آبگیری باشه که شما زیاد لازم نیست تحرک داشته باشین یا درخت چیزی نداشته باشین که اون موقع میتونید از چوبای بلندتر استفاده کنید یا رودخونه‌های خیلی بزرگ. تو اون موردها میتونید از چوبای بزرگتر استفاده کنید تا دسترسی بیشتری به فضای بیشتر داشته باشین و کنترل مایه هم با چوب بلندتر براتون شاید بهتر باشه. پس در غیر این صورت اگر توی یک حالت طبیعی حرکت کنید یه چوب 180 یا 210 براتون کافی هست، 2 متر و 10 سانت. و اکشن چوب بهتره که مدیوم باشه. من خودم مدیوم رو توصیه میکنم دیگه، بقیه فست و استو رو توصیه نمی کنم، اونم بعدا توضیح میدم چرا. در مورد وزن پرتابش که خیلی مهمه، ببین نکته‌ای که بعد از طول چوب و وزن چوب مهمه وزن پرتاب چوبتونه. وزن پرتاب چوبی که استفاده میکنیم بهتره که بین 3 تا 15 گرم باشه، 3 گرم تا 15 گرم. دنبال وزن پرتابای بالاتر نباشین، اصلا لازم نیست و این وزن پرتاب میتونه یه ایدئال باشه برای قزلگیری و از همین استفاده بکنید. در مورد اینکه نوع چوب تلسکوپی باشه یا چند تیکم دیگه یکم سلیقه‌ای میشه. من خودم اگر بخوام الان بخرم یه چوب خوب تلسکوپی میخرم چون حملش خیلی راحته و کسایی که زیاد قزلگیری میرن میدونن که حمل چوب چقدر توی قزلگیری مهمه و بهتره جمع و جورتر باشه. پس یه چوب تلسکوپی هم میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. البته چوب تلسکوپی خوب، نه چوبای تلسکوپی که توی بازار هستن، چون چوبای تلسکوپی نامرغوب و جنسای متفرقه وزن پرتاب و اکشن‌های استانداردی ندارن. به این توجه کنیم. بریم سراغ مبحث بعدی. مورد دوم چرخ هستش. در مورد انواع چرخ ها و انتخاب چرخ توی 2 تا ویدیو کامل صحبت کردم. بعد خیلی بهش دقت بکنین به اون ویدیوها و اونا رو ببینید بعد بیاین سراغ اینجا. من توی همونجور که در مورد چوب صحبت کردم در مورد چرخ هم باید توجه بکنین که وزن اولین فاکتوری که باید توی قزلگیری بهش توجه بکنین و یه چرخ انتخاب کنین که وزن خیلی پایین داشته باشه. در مورد چرخ هم چرخی انتخاب کنین که وزنی حدود 200 گرم داشته باشه. الان یه چرخ دایوا بیجی 2000 هستش که حدود 240 گرم وزن داره و برای قزلگیری چرخ تقریبا سنگین به نظر من میرسه، ولی من از همین استفاده میکنم. ولی اگر دوباره برگردم و بخوام یه چرخ دیگه بخرم، یه چرخ 1000 یا 1500 با وزنی حدود 150-60 گرم میخرم یا نهایتا 200 گرم، ولی یه چرخ فوق العاده روون و خوب و عالیه و یه عمر برای شما کار میده. زیاد دنبال سایزهای بزرگ نباشین اصلا، چون اصلا نیازی به پرتابای زیادی ندارین، پرتابای بلندی ندارین و نخگیری زیادی هم لازم ندارین و نیازی هم نیست که نخگیری زیادی داشته باشین. یه چرخ 1000 یا 1500 و یا نهایتاً 2000 براتون کافیه با وزنی حدود نهایتاً 200 گرم. سومین موردی که باید بهش توجه بکنین نخ هستش. در مورد نخ‌ها قبلا توی این ویدیو کامل توضیح دادم، شما میتونید برین ببینید. برای قزل‌ها اونجا توضیح دادم انواع نخ‌ها و چه نخی برای چه ماهی. 2 تا ویدیو هستش که اونجا شما میتونید ببینید. من الان یه نخ براید یا ابریشم 10 سایز 10 یا 1/10 روی این سوار کردم که وزنی تقریبا حدود 5-6 کیلو میتونه تحمل بکنه. این نخ با این کیفیت، البته نخی که استفاده میکنم باید کیفیت باشه، این کیفیت بالایی داشته باشه. الان یه نخ کلایمکس
فلش هستش که روی این نصب گذاشتم رو اسپولش و تازه عوضش کردم. قبلش هم یه نخ مونو سایز 25 بود که شیمانو بود، اونم سالهای سال استفاده میکردم، نخ خوبی بود. حالا اینم استفاده میخوام بکنم و تستشو به شما میگم که من با این، اگه با اون 25 ویدیو هم دیده باشین چه ماهیایی تا حالا گرفتم، ماهی چه سایزایی گرفتم و هیچ مشکلی هم باش نداشتم و ماهی سایز بزرگتر هم میگیره. خب مورد چهارمی که باید بهش توجه بکنین لیدر شما هستش، یعنی اون قسمتی که شما بجز نخ اصلی ماهی باهاش درگیره. اگر نگاه کنین الان تو اینجا میبینین که من نخ اصلیم که این باشه رو با یک گره آلبرایت که قبلا هم تو گره انواع اتصال دوتا نخ به هم توضیح دادم تو این بالا میتونید ببینید یه گره آلبرایت زدم و یه نخ فلور کربن سایز 22 یا 20 بهش وصل کردم. توجه داشته باشین که به این قسمت میگن لیدر، یعنی قسمتی که شما از نخ اصلی یه انشابی یه نخ دیگه با یه جنس دیگه بهش وصل میکنید که این نخ اهداف دیگه یا جز نخ اصلی دنبال میکنه که یکی از مهمترین نقشاش برطرف کردن و برطرف کردن شوک‌های ماهی هستش. چون این نخ کشش بیشتری داره. تو مبحث انواع نخ‌ها توضیح دادم که نخ‌های فلور کربن و نخ‌های نایلون کشش بیشتری نسبت به نخ ابریشم یا براید دارن و باعث میشه که شوک‌هایی که ماهی وارد میکنه رو این نخ بگیره و کمتر حسش بکنی و نخ پاره نشه، اتصالتون فشار نیاد و لب دهن ماهی پاره نشه. و دومین نکته هم که این نخ ویژگی داره نامرئی بودنشه و کمتر دیده شدنش توی آب هستش. پس برای همین لیدر استفاده میکنیم که کمتر دیده بشه و همینطور شوک‌هایی که ماهی وارد میکنه در آن واحد به نخ رو بگیره. خب من میخواستم یه ویدیو تهیه کنم که توش تمام مواردی که برای قزلالا نیاز داریم رو توضیح بدم، ولی ظاهرا ویدیو طول کشید. هم قسمت اول که چوب و چرخ و نخ و این چیزا بود که در موردش توضیح دادم در مورد قزلالا و مواردی که برای قزلالا نیاز داشتیم. بعدم خواستم ریسا رو توضیح بدم که قسمت ریسا طولانی شد، پس مجبور شدم تو 2 ویدیو براتون اینو تهیه کنم بذارم چون ویدیو طولانی نشه و بخش ریسا واقعا مهم بود و مجبور شدم که ریسا رو هم توضیح بدم دوباره. برای همین 2 ویدیو تهیه کردم، یکی اون یکی این. ویدیوی مربوط به تجهیزات رو ببینید، ویدیوی مربوط به ریسا رو هم ببینید. امیدوارم لذت ببرین. ممنون که ویدیو دیدین. یادتون نره سابسکرایب کنید، منو به دوستاتون معرفی کنید. خیلی ممنون که این ویدیو دیدین. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.